Abdullah, همش موافقی وعده 5 تومن من نخواد هریم بیافتیدم من خودم اسکر نمیتونم سیمچش همه کیستم رو میکنم خودم تو پچه کشه فقط پول بچه دادن نکن کاملا خود بجام کی جوتا عبدو تو بابی خیز گپای خیز چیزی گپ خدا آشنا گپای تلفن میکنم تلفنت نمیگیری یالا سه من با گوش کن تلگرام ما تو سوندگی ویدیو دیدی می نه حالی نه بیا اینجا می خدا بیا فورا بیا حاضر کارم مهم اوه کارت مهمتر آشنا یک بار بیمو دوستان عزیز هموطنان دقت کرونا هندی به کشور ما هم رسیده آمد آره در 3 نفر بیماران دیدی رسیده آمد این که قزقی نه آشنا قزقی نه من تو گفتم فورا قاچلان یگان کار کردم کار آمادگی دیدم در کار آرام شو پانیک نکن چه پانیک نمیکنه خیلی پانیک نمیکنه عبدو دیده ایستاده خیلی پانیک نمیکنه خودت میدونی شهر به چقدر بنان وارد میشه نمیگوش دیر دو فورو آورد فهمیدی می همه جا تقسیم شده که ویدیو بین تا آخرشه بگو این شهر بستری شدن دکتران کرونا ویروسی تمغه هندی رو تصدیق این هایکو بنان کتی میگذاشته این قزقی نه آشنا بانان که اون دست می ایناش بنان کتی میگذاشته عبدو این خیلی نمیشه داشتم فورا نقشه دیگر کردن نکن تغییر دادن نکن روشنو چه نقشه خواه اوکم باید بنانه گرید بنانه گرفته گره بید رحمان حالا ما کن با چسناک میخریم باش دلم از زکا چسناک چسناک لیمون اسپان یگان تاش کار به کار نمیمونده حتی واکسین تاثیر نمیشه برای اینا جای خیلی بدم نمیده بچه ها من خوندم نکی از روی دیگره شد چی؟ سیمچه؟ پوچه قای سیور انا گیر خود اینه چوک مخود خلاص می؟ انمی دواب داد نه چخیل سیمچه؟ چخیل نه وای مانا اینترنت بنویسته فهمیدی؟ مانا عبدالخان مانا همه شو گفته که اینجا که آدم اخمق نه فهمیدی؟ Семечка является самым лучшим лекарством по предотвращению индийского коронавируса. Распространяйте, пожалуйста, эту информацию. Семечка телефон казалось. Семечка телефон казалось. Алло. Саламалейкум. Hozir mebiyorum. Mebiyorum tanko. Abdu. Oshno. من خودم زکاس کردم دو توم میگیرم خودم اگر میگرفتی که باشه گویم نخواهد خیلی حاضر نقص اگر قیمت میشد من گفتم اونم یافته نمیتونه عبدو فکر کنم چی؟ باور کن این نقص یافته نمیتونه سونی پشایمو میشه عبدو بخشید عبدالله چیکار میکنی؟ چیکار کنیم ماشنا؟ چین این پولی بچه ها رو دادن نکن پولی تو پولی بچه ها پولی پمیداره آقا دادن نکن نگه کرونا ویروس هندوستانی آمد آشنا بیا خفگی بیا بخشیو این کدات نه راست وضعیت حاضر کمتر تغییری ها
من میفهمم. من حاضر خودم هم سخت در خجالت آشنا. عبدالله آشنا اکنون فقط است. من خیلی دیده و دانسته ایستاده قدم ابلهانه میمونم. تو خدا به من گوش. عبدو من گوش کن آشنا. این عیب من نه، عیب هندوستان. من پول بودگی حاضر با جای پول کار کنم نمیتونم که با پمیدار خاکی تو بانک کنم. عبدو من 7 ماه تمام قوت دارایی‌ام برای این کار صرف کردم. درست. بچه های من شهر به شهر دیه به دیه گشته این قدر بارا جمع کردم. من میدونم دوستم. من حتی همه دهقان ها رو التماس کردم، زوره کردم که پمیدارهایشان رو نفروخته قاق کنن. برای هر یک کیلوش من 25 تومانی پول نقد دادم. درست. من میفهمم. من به تو گفتم که 5 دانه پمیدار خاک میخرم. من به تو گفتم که کیلوش 50 تومانی میگیرم. لیکن من نمیدونستم که وضع این خیلی تغییر مییابد. صادق باش آشنا، تو زیق نشو. من حال نمیگیرم نگفتم تو. من میگیرم. راسته امروز نه، حاضر نه. من خدا خواهد زمان ها نقش شود، تین شود، صحت سلامت باشیم. من بالاتر میگیرم دوستم. نه البته من همش میگیرم. فقط زیق نشو آشنا. صادق جان آشنا خفه نشو. این بیزنس. لابای شریفکو السلام علیکم. یو وعلیکم السلام جیب. چیکار شما سلامتون هستین؟ شکر بد خدا تینج هستی بردم هستی؟ شکر بد نیست اکا جان. چیکار شما؟ نه شاید بد نه آیسته تینج هستی؟ رحمت یاد داره درباره پمیدار خواه گفته بودم. درباره چی؟ پمیدار خواه. آها یاد دارم خوب. اکا جان راستی گپ این عبدالله پلاستینکش رو دیگر کرد. من با این 5 تانه پمیدار خواه نمیدونم چیکار کنم. اکا جان شاید کانالاتون رو استفاده کرده به بازارهای خودمون میداریم. با نرخ ارزان پول خودش شود بس باور کنید. چی گفتی؟ میدونی چی جیب؟ راستی گپ حاضر من این کار رو کردن نمیتونم. کارم خیلی بسیار انا یک ماشین بانان هایم پوسیده شده است. ویروس ناب از بانان میگذرد که یگان کس بانان رو نمیخرد. من میفهمم اکا جان شاید یگان شاگردا یگان یار دوستا. لابای حاضر میرم. الله. جیان با تلفن میکنم. الله. یک کاری ضرور برم. الو شریفکو. الو مولون چخیل جوره نستینج؟ ندارم ها مولون این برها گشت همین 500 کیلومتر گشته میگرفتی. حضور وقت ندارم بعد که میزنی مولون الو
مردک حالی هم نمیجه خواب رفتید می او گذاره دارم تو چارگاه تا به خواب روید یا باید اونجا درست شدید خیزی من چای کنم باز کنم نشه قلم پای اعصابتان رو نکشیدید چای اراده من یک چیز رو نمیفهمم شما یک آدمی با عقل با آدمانی کلانشون خیز میکنید در مسئله مبلغ باشد با پول کلان داد و گرفت میکنید در مسئله تجارت باشد چندین سال تجربه دارید میمین نکن زنک این باری اول نیست که شما فریب میخورید من تو کاری خودت کن من کاری خودم رو کرده ایستادم و اینکه به شما میگم هوشیار باشید این رو هم وظیفه خود میدونم میدونم گپی من با گوش شما عموما نمیخوره لیکن من یک چیز رو نمیفهمم فهمیدم درست؟ من فهمیده نمیتوانم من فهمیده نمیتوانم که چرا شما به آسانی به همه چیز و به همه کار باور میکنید مثلا پمیدوری قوق او پیش از آن که تمام قوتتان را تمام نیرویتان را با وی صرف میکنید او باری هم فکر کردید می در صورت تغییر یافتن وضعیت با وی چی کار میکنید پمیدوری قوق این محصولاتی نیست که مردم همه وقت با وی نیاز داشته باشد و شما همه وقت آن را به بازار برآورده فروخته توانید مثلا عبدالله رود بانکرات شود چی؟ یا گم شده رود خدا نشان ندهد آن مورد چی کار میکرده؟ آیا این طرفی مسئله را فکر کردید؟ یا عبدالله هر یک کیلوی پمیدور 50 سامانی میخرم گوید از حسابی درآمده را ذهنتان تیره گشت زنک اینقدر وقت نکن سرم میکفم انا برای چی میگویم که کریتیسکی مشلینی کردن در کار چی کردم در کار؟ کریتیسکی مشلینی کردن در کار حالا من این رو به شما فهمانده نمیتونم لیکن فکر میکنم که به شما لازم است خدا نرسم با یک آدمانی همکاری میکنید که عبدالله با یک جمله وی مردک فکرش را عوض کرد گفتید می؟ نفهمیده نسنجیده اگر رودو یگان کس به عبدالله گوید عبدالله جان بوی تختر دارم دست باید از این عبرت که عبدالله تمام اخلاقهای دیگه را جمع کرده و بازار میبرد دستیه
صادق جان سلام براتم سلامتی ها چی خیر همون مسئله 500 کیلو کتی آمدم گفتی که لازم نه همون رو گرفتنی آمدم میبخشی همون روز کمتر دستم بند بود گپ زد نتونستم چی خیلی که من شنیدم نفری که پمیدار قاق را باید به وگان میزد اتکس کرده است و آن را تو راضی هستی که با نیم نرخش بفروشی من خریدار چند سمانه میدی؟ ها؟ السلام علیکم خوب درست هستی؟ بردم هستی جیان؟ سلامتیات خوب است؟ همه تنجی؟ بسیار خوب خیریت که در خونه بودی جیان؟ خیریت که در خونه بودی السلام علیکم خوب سیاد سلامت هستید بجا هستید؟ یک تا لیمون چای پیدا بیایید این دوللی ها در هوای در خیلی بلند شدم خیلی جسمی جیان خوب دیگه کارهایت خوب؟ خیلی صحت خاطری جمعیت شما سلامت باش دیگه هیچ کارهایت خوب همش شکر بعد نشون یک سری قدم بودم تو یک خبر گیرم جیان خواهد شدم راستی رحمت نمونه است تینج مهمش تینج باشی خیر انا با معاملات همراه عبدالله با خبر هستم برای همین آمدم که توی خبر گیرم دیروز در تلفن با تو نیر گفتم راستی گپ دلی خودم خجل شد 3 شب خوب نکردم باور میکنی؟ خجالت نکشید همش نه آخر چیکی نباشد این کاری میدو شده جیان گپ در سری پولی کلان رفته شده است برای همین فکر کردم و عاقبت به خلاصه آمدم که همه پمیدار خواهرت رو بگیرم آخر ما در همین خیل روز به دیگر کمک میکنیم کی کمک میکنیم سلام علیکم کی پمیدار خاک منو بخیرده است عبدالله اوی پمیدار خاک من زکاس کردگیو چی بیا در اومد چیزا کاس کردگی پمیدار خاک همشه من زکاس کردگی اکو تو زکاس کردگی ها کی زکاس کردگی کی داد کردگی شما خوب بدونم فهمیدی هیچ کی داد نکرد آستر گابزم آپشی تو شده بیچاره 3 شب بس خواب نمیکنه تو از بر دست کشیدی این بیچاره داولنش بالان شده قریب این صورت گرفتگی بود فهمیدی می برای همین من اومدم که باری ویرو پولختیام اکو باری خاصه شما نکنه رفت سعودتون بازارتون انداخت چای بنانتون فروشید بعد درست تمام شهر باید بنان تازگی زیر میکنه بنان گاب دستم من همش ناز میدونم ناز نگر بنانتون فروشید یک تونه سیبیچکه یا بونارخی گرم خریدی دهان شیرین اپنو میخواهی ضرر وای احسابی روی پشت کنی ها من همش میدونم سوری از اولیمونی فرانسوس فهمیدی که بر ضد کرونا ویروس پمیدار قاق روا بوده است برای همین بینی تکشته اینجا اومدی ها شما چیزی میدونم شما کی شما تو خودت کی ببین بازارتون رو دکو نه من هیچ چیزی نمیرم من پمیدار قاق من میخرم و خلاص فهمیدی می پاستر تو که شرطنامه ویران کردی با 1 گرمش هم حق شما نداری پول کار نمیتونید دکو بینتر نتکنید مارکی من کارش بما کی کارش در توشی داری من یاردم سبا باور نکنید تو کی دک کردی من کار شفاکو پاستر التماس خوش میکنم دیلات کشف کن آمدی نمیشه چیز دارم شریفکو من با شما نمیفروشم التماس نفهمیدم من که حمایه کنم تو آمدم رحمت از تو خیلی امیدم نبود جیان اوه یعنی چای آوردید نه؟ اونه چای صادق جان آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همون رو سراسیمه گپی ناسب به لق و دق غلطیده باور کردم آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همه باره میگیرم من برو نمیفروشم
چه بارو نمیفروشی آشنا؟ من میخرم همون نرخ همون مسئله. وضعیت تغییر یافت. نمیفروشم بارو. من میفهمم حاضر. من که رنجاندم فکرم قریب اینسولت میکروانفارکت دولینی لیکن دوستم من موفی شهرنامه من تیار هنه کیلوش 50 سومنی من خودپیس من پیچت بیا دوستم عبدو من برو به تو نمیفروشم. مایلش برای جریمهش 50 سومن ده 60 سومن تو گاو رو نمیفهمی. هفتاد سومن پول نقد نشد. صد سومن دو برابر زیاد از نرخ مسئله آشنا این خیلی نرخ در یگان جا نیست. عبدالله من وای برو به تو نمیفروشم. نامعقول کردی. مادامی که بار به من نمیفروشی از این عبارت که بیگان کسی دیگر میفروشی. من این رو نمیگذارم. 120 دست پرتو این خیلی نرخ نیست آشنا. 120 نه خوش فرض کردم 120 سومنی خریدی کیلوشه. آها چند میفروشی با؟ تو از این خاطر نشو. من میدونم که در یگان جا علاقه پمیدار خاک نیست. من میدونم که تو تمام پمیدار خاک ناحیه و ولایت جمع کردی. مردم مرده میخرند. 120 نه من ضرر نمیبینم. دستته. گوش کن. اگر رفتو این خبری فایده پمیدار خاک بر ضد کرونا ویروس دروغ باشد چی؟ تو باز فکراتو دیگر میکنی؟ نه چهل بار دروغ بوده میتونم. آخر این را آلمان فرانسه کشف کردم. آنها مثل آلمانی ما نه. من به آنها باور میکنم. دستته؟ تو از کجا میدونی که این را آلمانی فرانسه کشف کردن؟ در اینترنت در همه شبکه‌ها. باز من بهتون نشون میدم. من فرانسیه ها؟ من فرانسیه. مگر نخونده؟ نخوندم، نوشتم. نفهمیدم. این خبر رو من نوشتم. پریپوست کردم گوه؟ نوشتم. پس از اون که خیانت کردی
من فکر کردم نفری که باور دارد سیمیچکه کرونا ویروس هندی را تا باور میکنه چرا باور نکند که پمیدور خاک بهترین دارو بر ضد کرونا ویروس است؟ 6 ماه از نام کیم کدام عالمان فرانسوی خبری بر دروغ ایجاد کردند. باور میکنیم یگان کس شبهه نکرد. همه باور کردند. 2 روز است در و تلفنم آرام نمیگیرد. فکر میکنی که موضوع سیمچکه هم خبری بر دروغ است؟ شاید لیکن اینی قشنگ نمیدونم. اول من هم باور کردم. پس از اون که برای منفعت خودم خبری بر دروغ ایجاد کردم شبهه کردم. هنوز نسنجیدم اما فهمیدم که هر خبر رو حتما سنجیدن لازم. عبدو در اینترنت هر کس میتواند خبر پخش کند. بدیش این که هر کس همان اطلاع رو پخش میکند که پیش از همه برای خودش منفعت بخش باشد. صادق جان رحمت که با این معلومات ما رو آگاه کرده. لیکن من از 200 پمیدور خاک تو را میخرم. بسیار خوب. بسیار خوب لیکن چرا؟ چون که فیک بودن این خبر را تنها من میدونم. مردم هنوز بیخبرند. مرده میخرند. دستت آشنا التماس بار فقط به من گفته. من برو به تو میدیم. فقط با یک شرط. چی شرطی که نباشد؟ به هر شرط من راضی. فقط برو به من ده التماس. قول مردانه. گوش کن. موافق شرطنامه پیشین من کیلوی بار رو 50 سومونی به تو میدیم. فقط که شرط رو اجرا کن. 50 سومونی؟ 50 سومونی. انیق 50 سومونی. من همش رو با دیکتفون ثبت کرده شدم. تو خواطر نشو. کامری ما هم ثبت کرده شده است اینجا. انیق 50 سومونه؟ 50 سومون. شد. من از شرطنامه نه میسازم. خوش. چی شرط؟ گپ زن. چی شرطی که نباشد من به شرطنامه وارد میکنم. شرط این که پس از بار رو خریدنی تو خبری بر دروغ بودن فایده پمیدورقاق بر ضد کرونا ویروس رو در همه شبکه‌های اجتماعی پهن میکنه.